سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه دهم ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. تاجیکستان و ازبکستان امروز در شهر دوشنبه 36 سند همکاری امضا کردند. امام علی رحمان ازبکستان را همسایه خوب نامید. ازبکستان شریک استراتژی و همسایه قابل اعتماد ماست. باعث خوشحالی است که مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان منتظم در همه ساحه‌های همکاری رونق می‌یابند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیت دارد 50 میلیون وایه واکسن ضد کووید 19 را به کشورهای فقیر جهان خیر کند. علیرغم یتیمی بود در بدری، قصه عبرت‌آموز پاورلیفتر قرقیزستان که با وجود مشکلات فراوان شکست نخورد و قهرمان آسیا شد. امروز ملاقات پرزیدنت‌های تاجیکستان و ازبکستان و هیئت‌های دو کشور در شهر دوشنبه با امضای 36 سند همکاری به پایان رسید. از جمله دوشنبه و تاشکند رواهای ساکنان را به قلمروی همدیگر سبکتر کردند. موافق سند نو، شهروندان تاجیکستان و ازبکستان حق خواهند داشت تا 10 روز در حدود دو کشور بدون ثبت محل اقامت حضور داشته باشند. همچنین دوشنبه و تاشکند سازشنامه را به امضا رساندند که طبق آن دو کشور در دریای زرافشان دو نیروگاه ساخته و همراه استفاده خواهند کرد. امام علی رحمان در آغاز ملاقات ازبکستان را شریک استراتژی و دوستی با اعتماد خواند. ازبکستان شریک استراتژی و همسایه قابل اعتماد ماست. باعث خوشحالی است که مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان منتظم در همه ساحه‌های همکاری رونق می‌یابند. شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان صبح روز دهم ایون با سفری رسمی وارد تاجیکستان شد. سفر میرزیویف قرار است امروز و فردا ادامه کند. فردا رئیس جمهوران تاجیکستان و ازبکستان در مراسم افتتاحی چند کارخانه در ولایت سوغد تاجیکستان شرکت خواهند ورزید. درباره سفر شوکت میرزیویف به تاجیکستان و همکاری‌های دو کشور که تا 5 سال پیش در زمان حکومت اسلام کریموف روابط خوبی نداشتند، همکارم شهلا عبداللهیوا در دوشنبه با سیاستشناس عبدالغنی محمدعظیموف صحبت داشت و نخست از او درباره امکانات همکاری‌های بین دو کشور پرسید. به همگان معلوم است که در جوانترین منطقه جهان آسیا مرکزی 5 کشور موجود هستند، لیکن مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان این محور مناسبت هایی که در منطقه ما برگزار می شود، چون که هم تاجیک خلق تاجیک و ازبک از قدیم الایال در اینجا امور به سر میبرند و مناسبت این دو خلق منطقه با افزای منطقه تاثیر سخت دارد. برای همین با عقیده ما چقدر مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان زیشتر شود، فراختر شود، اگر همین قدر آنها مثبت و همگرایی زیچ آسیا مرکزی تاثیر خود را میگذارند. سیاستشناس تاجیک در گذشته گفته بود که تاجیکستان و ازبکستان می توانند یک محرک برای پیشرفت در آسیای مرکزی باشند. همکارم از او خواست در این باره توضیح بیشتر بدهد. اینا من میگم از تاریخ شاهراه ابریشم. در دوره بهترین یعنی شکوه شاهراه ابریشم یک عنعنه داشتیم، اینم باشد اسب‌ها در شمال، کشتی‌ها در جنوب. یعنی اسب‌ها در شمال از پایتخت کهن چین کاروان می‌برآمد، کاروان‌های خشکیگرد، یعنی اسب‌ها، اشترها، آنها حرکت می‌کردند توسط آسیا مرکزی، عکس به دو تقسیم می‌شدند، یا به بندرهای بحر میانه زمین یا بندرهای بحر سیاه می‌آمدند. همین عنعنه که الان از
سال 1991 تا 2001 30 سال انانه دارد. این را اکنون چیکار میکنیم؟ همون انانه ها را به ساختارهای دولتی میگذارانیم. برای همین من گفته میتونم که آن وقتی که ساختار مربوط ازبکستان تاجیکستان یک جای باشد، اگر ما میتوانیم که سالها بودن که تجارت دو جانبه خندآور بود، تا 18 میلیون دلار افتید که این عموما به منفعت ملی نه تاجیکستان نه ازبکستان راست نمیاد. امروز ما حرکت کرده هستیم که تا نیم میلیارد رسیم و در ماه می 2 سربازی رو خوردن و آنها یک سطح نو از نقطه نظر پسیخولوژی نو را گرفتن، 1 میلیارد دلار را گرفتن که ما میتونیم که بعد از 3-4 سال این 1 میلیارد قله را عبور کنیم. بیننده ارجمند صحبتی مفصل با سیاستشناس عبدالغنی محمدعظیموف به زودی در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نشر می شود. آنجا می توانید مطالعه کنید. امریکا گفت که 500 میلیون وایه واکسینه پفایزر را به کشورهای کم بضاعت و در حال رشد دنیا تقدیم می کند. به گفته منابع آژانسی خبری رایترز، جو بایدن رئیس جمهوری امریکا درباره نقشه های کاخ سفید ضمن شرکت در همایش سران 7 کشوری صنعتی عالم و یا G7 اعلان خواهد کرد. کیومرثی عطا موضوع را ادامه می دهد. امریکا نیت دارد که برای کمک به کشورهای دیگر 500 میلیون وایه واکسینه پفایزر خریداری کند. در این باره 3 منبع آگاه از نقشه‌های ماموریت جو بایدن به ریتر خبر دادند. طبق اطلاع آنها قرار است که 200 میلیون وایه واکسن سال جاری و 300 میلیون دیگر سال آینده تقسیم شود. این واکسن را حدود 100 دولت کم بضاعت و در حال رشد دریافت خواهند کرد. احتمال می رود درباره تقسیم بندی واکسن ها پرزیدنت امریکا جو بایدن در بریتانیا اعلان خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا به این کشور برای شرکت در نشست 7گانه بزرگ می رود. کاخ سفید فعلا رسما این اطلاع را تصدیق نکرده است، اما پیش از نخستین سفر خارجیش به حیث رئیس جمهور، جو بایدن درباره نقشه‌هایش به خبرنگاران اشاره کرد. جناب پرزیدنت، شما یگان استراتژی در مورد برنامه جهانی واکسینه گذرانی دارید؟ بله، من دارم و در این باره اعلان خواهم کرد. واکسینه را بین کشورها برنامه بین المللی کوواکس که از جانب سازمان جهانی تندرستی دستگیری می شود تقسیم خواهد کرد. طبق اطلاع CNBC، حالا کاخ سفید همچنین با شرکت داروسازی مدرن درباره خریداری این واکسینه برای فرستادن به کشورهای دیگر گفتگو دارد. سازمان جهانی تندرستی میگوید که 30% اهالی تاجیکستان فشار بلند خون دارند و استفاده از اصولهای درست معالجه میتواند این بیماری و مرگ از آن را بسیار کم کند. در یک تحقیقی که سازمان به تازگی انجام داده است، معلوم کردند که بیشتر از 3/1 اهالی کشور که فشار بلند دارند درست معالجه نمیگیرند و یا اصلا فشار خونشان را تفتیش نکردند. در بیانیه سازمان جهانی تندرستی که روز 10 ایون نشر شد آمده است خطر مرگ برمحل از فشار خون و دیگر بیماری ها به مثل بیماری قند و راههای نفس بسیار زیاد است و از این بیماری ها اکثرا مردان میمیرند. کشاورزان در افغانستان کشت و پرورش کوکنار و دیگر انواع مواد مخدر را در قیاس با دیگر زراعت‌ها برتری می‌دهند. از این رو معرکه محو کشتزارهای کوکنار که حکومت افغانستان در منطقه‌های زیر نظارتش پیش می‌برد با مشکلی دچار شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه. معرکه نوی ریشه‌کنسازی کشتزارهای مواد مخدر افغانستان با مشکل مواجه شده است. اخیراً مسئولان وزارت نظارت بر گردش مواد مخدر به ولایت بدخشان سفر کرده در محو میدان‌های کشت مواد مخدر شرکت ورزیدند. این پروسه ادامه داره و در بعضی ولایت‌ها ختم شده. تا حال که حال است، همین لحظه که ما با شما گپ می‌زنیم در ولایت ارزگان، جوزجان، خوست، ننگرهار در حدود 100 هکتار مزارع کشت کوکنار توسط نیروهای امنیتی دفاعیتان قهرمانتان که هم با تروریسم در جنگ هست و هم به مواد مخدر از بین برده. مواد مخدری که از کشتزارهای افغانستان به دست می آید بخش بزرگ صادرات جهانی هروئین را تشکیل می دهد و صدها میلیون دلار از تجارت آن به جیب طالبان و دیگر گروه های جنگجوی می رود. والی ولایت ابراز داشت که آنها کشاورزان را به کشت زراعت های دیگر تشویق می کنند.
خوشبختانه که دهقانای بدخشان حال دانستند در اکثر نقاط بدخشان کشتی بدیل اینا ترویج کردن و ما بازم از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا داریم که دهقان ما را به خاطر کشتی بدیل حمایت بکنن. ولی نتیجه های اقدام های حکومت نظررس نیست. طبق آمار سازمان ملل متحد در سالهای 2019-2020 در افغانستان کشت و استحصال مواد مخدر بیشتر شد. سال 2019 ایالات متحده آمریکا عملیات ضد مواد مخدر را در افغانستان که تاثیر بزرگی نداشت قطع کرد. یکی از مشکل ها این است که کشاورزان امکان و یا خواهش کاشتن زراعت های الटरनेटिव्ی را ندارند. آنها میگویند برایشان چیزی در مقابل پیشنهاد نشده است. در سال یک بوجی گندم میته او را مگه خدا اما نماینده ها را اگه توافق کنه میته نباشه اما نماینده خودش میگیره میبره به ما مرد دهقانکار نمیرسه. کود سال نیست، کود درکش نیست، کود نمیته. روغنش میشه و میگه نباشه دم زحمتش دم تکلیفش نمیارزه. در بعضی منطقه ها کشتی زراعت های الटरनेटिव्ی موفق شده است. در آنجا با کمک دولتی کشاورزان به کشتی بنان، زعفران و دیگر زراعت ها روی آوردند. اما مناطق زیاده زیر نظارت طالبان می باشند و در آنجا ریشه‌کن کردن تجارت مواد مخدر آسان نخواهد بود. یتیم ماندن در 6 سالگی از مادر در بدره همراه خواهر و تحصیل در خانه بیپرستاران. روسلان سخبیتوف وزنه‌بردار و یا پاورلیفتر در قرقیزستان با وجود یتیم ماندن در طفلی به ورزش رو آورد و قهرمان چند کرته قرقیزستان و آسیا شد. سخبیتوف میگوید ورزش او را از بسیار مشکلی ها نجات داد وگرنه احتمال می زده شدن خیلی زیاد بود. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمیا. تقریبا هر دفعه که روسلان غذا خریداری میکند به یاد میآورد چگونه در یتیمخانه آرزو میکرد شیرینی بخورد و شکمسیری خوراک بخورد. وقتی تو از خود میروی به فروشگاه در آمده و به هر طرف نگاه میاندازی و نمیدانی که دلت چی میکشد، آن وقت زیاده روی آغاز می شود. روسلان قهرمان آسیا و قهرمان مطلق چندین کرته قرقیزستان اویدی پاورلیفتینگ است. وقتی 6 ساله بود مادرش فوت دید. پدرش میزده شد. او همراه خواهرش تقریبا در کوچه زندگی میکرد. سپس آنها را به یتیمخانه سپردند. گفتند که بخوانیم، اما این پول کفایت نکرد. در نقطه شستشوی ماشین ها و ساختمان کار میکردیم. همین طریق روسلان همه چیز را یاد گرفت. تعمیر ماشین ها، ساختن خانه و حتی پخت و پز را. من خودم سبزوات خور هستم چون که احیانا اساسا در عیدها گوشت داشتیم. بعد یتیمخانه نه تنها ورزش سبب گردید که روسلان میخوره نشود. هرچند او همیشه آرزو میکرد که قهرمان شود، اما بیشتر از گرفتن جایزه و مدال ها او میخواست عائله برپا کند. روسلان ازدواج کرد. روزانه در مرکز تعمیر ماشین ها زحمت میکشید، شبانه به سبقت ها آمادگی میدید. ولی بعد 4 سال عائله داری با همسرش جدا شد. حالا او در خانه اجاره همراه با پسرش زندگی میکند. من شب و روز با یاد پسرم هستم. هر یک نفسی او را میشنوم. هر شب با فکر آن بیدار میشم که مبادا او خنک نخورد و یا برعکس برایش گرمی نکند. این احساس مسئولیت در نزد کودک است. من هرگز او را تنها نخواهم گذاشت. روسلان حالا در برابر پسرش در مکتب میخواند. پسرش در صنف 3 است، روسلان در صنف 11. این ورزشگر میخواهد به دانشکده ورزشی داخل شده همچون مربی کار کند. برای این او به شهادتنامه معلومات میانه نیاز دارد. روسلان حیاتش را بدون ورزش تصور نمی کند. همین حالا نیز او آماده است در مسابقه هایی که در نیمه ماه ایون برگزار میگردند شرکت نماید. ولی برای اشتراک روسلان مبلغ ندارد و همه امیدش به پیدا نمودن سرمایه گذار است. این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. خبر و گزارش‌های بیشتر را در سامانه cw.azadi.org بخوانید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.